سلام خدمت همه کسایی که این فیلم رو میبینن. ما تو این فیلم میخوایم بگیم که توان الکتریکی چه معنی داره. توان الکتریکی یعنی P مساوی با V ضرب در I. P مساوی V ضرب P یعنی مقدار کل انرژی. ببین توان تو ابعاد مختلف، مثلا توان نوری، توان حرارتی، اینا توان یعنی مقدار کل انرژی. حالا توی برق مقدار کل انرژی برق از ضریب ولتاژ و جریان به دست میاد. V یعنی ولتاژ، I یعنی جریان. حالا ما اینو میخوایم تو واقعیت ببینیم. اینجا یه دستگاه اینورتر داریم. خیلی ها خیال میکنن اینورتر برقو زیاد میکنه، ولی برقو زیاد نمیکنه. اینورتر برقو تبدیل میکنه. حالا ما میخوایم اینجا ببینیم. دکمه رو میزنیم، برق ورودی از داخل اوهمت عبور کرده وارد اینورتر شده، برق خروجی از اوهمت عبور کرده لامپ روشن کرده. ورودی ما 4 آمپر، خروجی ما 14 صدم آمپر. حالا میایم اینجا محاسبه میکنیم. ورودی ما 4 آمپره، ولتاژ اونم که 12، دو تا باتری 12 ولت رو موازی کردیم. 12 ضرب در 4 میشه 48، یعنی 48 وات بهش برق ورودی میدیم. خروجی ما این اینورتر تا 240 جا داره، 240 ولت به ما میده ضرب در 14 صدم که برابر با 33 وات و 6 دهم. ببین توان ورودی که ما به اینورتر دادیم، خیلی بیشتر از توان خروجیه که ازش گرفتیم. یعنی اینورتر برق رو زیاد نمیکنه. ماژول های افزاینده، ترانس های افزاینده، اینا برق رو زیاد نمیکنن، اینا برق رو تبدیل میکنن. مثل این میمونه که 100,000 تومان پول داری، اینجا 100,000 تومانه، 2 تا تراول 50 تومانیه، اینجا 100,000 تومانه، 10 تا اسکناس 10,000 تومانیه، ولی 100,000 تومان 100,000 تومانه. یعنی این لامپ الان 33 وات داره برق مصرف میکنه، روش نوشته 40 وات روی مشخصات فنیش، ولی اصلش هم بخوای حساب کنی 33 وات داره مصرف میکنه. توان یعنی میزان کل انرژی. ما اینجا انرژی و اینورتر زیاد نمیکنه. این اشتباهیه که خیلی خیال میکنن اینورتر انرژی رو زیاد میکنه. اینورتر انرژی رو زیاد نمیکنه. حالا ما اینجا یه چیزی ساختیم که من الان ورودی خروجیاشو وصل کنم، شما ببینید ما اینجا چی ساختیم. این ورودیش، اینم برق دیسی، این خروجیش، این خروجیش، اینم برق خروجی دیسی. اینم ورودی خروجی. حالا ما اینو روشن میکنیم. این برق ورودی مونه، میاد داخل دستگاه، پل دیود میخوره. اینجا یه خروجی براش گذاشتیم، آمپر رو اندازه گیری کنیم. اینم برق خروجیمون، LED رو روشن کنیم. اینم دکمه خاموش روشنش که این بغله. خب حالا توان جریان ورودی ما 5 صدمه. این جریان ورودی. جریان خروجی ما هم تقریبا 2 دهمه.
اینم جریان خروجی 0.2. خب حالا ما اینو قبلا نوشتیم، ولتاژ هم اندازه گیری میکنیم که خیالتون راحت باشه چیزی که اینجا نوشتیم درسته. ولتاژ ورودی ما 6.8، یعنی این. جریانش هم که 500، جوابش میشه 34 یعنی 34 توان ورودی ما داریم. 34 توان. خروجیمون ولتاژش 8.2. البته اندازه میگیریم که ببینید. جریانمون هم 0.2 مساوی با 1.8. یعنی ما 34 توان ورودی مونه، ولی 1 وات و 8 توان خروجی مونه. ما اینجا توان رو افزایش دادیم، یعنی برق رو زیادش کردیم، خود برق رو زیادش کردیم. حالا ولتاژش هم اندازه گیری میکنیم که خیالتون راحت باشه. ولتاژ ورودی 6.8 بود، خروجی 8. اینم ولتاژ ورودیمون رو از اینجا اندازه گیری میکنیم که برق وارد دستگاه شده، پل دیود خورده، پل دیود برق AC رو تبدیل به DC میکنه. این برق ورودیمون 6.8. این برق ورودیمون اینم برق خروجیمون که LED رو روشن کرده. هشت و 0.2 درسته؟ اینم برق خروجیمون 8.2 که اینجا نوشتیم 8.2. اینم از این. حالا ما این که برق رو زیاد کردیم چه فایده ای داره؟ ما چرا اینجا برق رو زیاد کردیم؟ میزان کل برق یعنی توان. ما چرا اینجا توان رو زیاد کردیم؟ به چه درد میخوره؟ شما اگه توی اینترنت سرچ کنید انرژی همجوش هسته‌ای که اونور دنیا داره انجام میشه و خیلی کشورهای دنیا دارن روی اون پروژه کار میکنن، خیلی کشور اگه سرچ کنید تمام مشخصاتش میاد. اونا با اون هزینه هنگفت چند میلیارد دلاری و اینا تمام هدفشون اینه که انرژی رو زیاد کنن، یعنی همین کاری که ما اینجا کردیم با انرژی برق. چرا؟ چون شما اگر انرژی رو زیاد کنی به انرژی بی نهایت میتونی برسی. اگر انرژی رو داخل یک چرخه قرار بدی که این چرخه دائما بچرخه، به شرط این که در نقطه انرژی افزایش پیدا کنه، شما به انرژی بی نهایت میرسی. اونور دنیا الان دارن روی این پروژه کار میکنن، هنوزم به نتیجه نرسیده. البته خیلی کار رو روش کردن، یه نتایجی گرفتن، آزمایشی بوده ولی به نتیجه نهایی نرسیده. تازه یه عالم دانشمندان دارن روش کار میکنن. ما اینجا انرژی رو زیاد کردیم، این کار رو کردیم، بردیمش اداره ثبت. متاسفانه ثبتش نمی‌کنن، چندین بارم اقدام کردیم ولی از ثبت کردنش نمیدونم جلوگیری میکنن. حالا چه دلیلی داره من نمیدونم که چرا جلوشو میگیرن، نمیذارن ما اینو ثبتش کنیم. عرضم به حضور این دستگاهی که ما ساختیم اینجا در حد واته، ولی این در ابعاد کیلووات و بیشتر از اونم قابلیت ساختن داره. میشه باهاش نیروگاه‌های بزرگی رو زد.
این در ابعاد کوچیکشه، فقط برای اثباتش. ثبتش هم نمی کنن. کارش هم که دیدید توان رو افزایش میده، یعنی انرژی رو افزایش میده. شما اگر 1000 تومان بهش بدید 10,000 تومان به شما پس میده. عرضم به حضور شما که خلاصه جلوی ما رو میگیرن. حالا اگر کسی خواست که در خصوص این دستگاه صحبتی کنه یا میخواست به ما کمکی کنه برای ثبتش یا فروشش، من چند سال پیشم اینو میخواستم بفروشم ولی نشد، یه اتفاقای افتاد نشد. اگه کسی خواست در این موارد کمکی به ما کنه با این شماره تماس بگیره. خیلی ممنونم، تشکر، خداحافظ.